میترسن بچه ها میترسن که میزنن با فکر من اگه ما زنیم که خدمت کنیم نباشم خودمون با جای بچه همون میرفتیم برای چی جوانو با خویششون خدمت نمیره برای با فکر ما که جوانو وزیره را ایما خفه نشون حسی وطن دوستیشو بسیار در سطح پس قرار داره این وطن هیچ خیلی هست نیست باید وطن برای حمایت کنی در خدمت وطن باشی اگر خطا حمایت کرد تونستی هیچ کس نمیزنه یک حمایت کردن نتونستی میزنن لطکو بود میکنن راستی گپ در امون ویای قشون ها بسیاری ممکن که محیطشان یا که اون ویاشان بسیار اسکر بچه ها وفات کرده میویند یا که در آنجا آنها رو شکنجه میدهند چی میدهند ممکن برای همین هر وی کتی فکر و اندیشه ها از سر آدم میگذرد برای همین ممکن وی نمیکنند سبب شک نمیدونم راستی گپ خدمت نکردم دوره حاضر نمیدونم آخه گپو بسیار یک نمیدونم به هر حال که با فکرم اصلاحات در کار که نمیرم اون سبب بوده که نمیرم با فکرم نقطه نظر به حیات دیگر شده جوانای ما دوره ما دیگر بود دوست دیگر هیچ از حفظی وطن میگریزند این هیچ معنی ندارد ما باید خدمت کنیم در وطن در کشوری آباد و زیبا زندگی داریم باید خدمت کنند برای چی نرفتنش شاید اگر اون هم اگر مشکلی باشه اگر با خویش خودشان روان اگر ابلاوان دیگه در کار نیست یکی نمیروان ما میخواهیم که همه شهروندان از جمله در جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی دعوت شوند نه اینکه در جمهوری ما میخواهیم که تقابضی ایبین رود همه فرزندهای مردم رفته خدمت کنند خب مردمی وظیفه دارند یا مردمی عادی همه رفته خدمت کنند برای چی شهروندانی منصبدار با خدمت نمیروند همین سوال به همه شما برای چی همه باید رفته خدمت کنند وطن طاق وطن ما نیست وطن وطن همه است